بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، از چه مقدار طلا پرداخت زکات لازم میشه و فرد صاحب نصاب گفته میشه؟ هرگاه به مقدار 20 مثقال شرعی که معادل 85 گرم است و مطابق مذهب احناف 87 گرم و 479 سود برسه و یک سال تمام هم رد بشه، بر فرد مسلمون پرداخت زکات لازمه. عزیزان، این نکته رو در نظر داشته باشند که با توجه به این که مثقال در هر نقطه از دنیا متفاوته، بنابراین از طلا فروشی ها بخواهید تا طلای شما رو به گرم تبدیل بکنن، چون گرم یک معیار مشخصی در دنیاست. مثلا در گذشته 20 مثقال شرعی امروزی معادل 18 مثقال در ایرانه. دومین مورد که عرض کردم، باید برای وجوب حولان حول، یعنی یک سال تمام از ماهای قمری بر طلاها و یا وجه نقد بگذره تا فرد مسلمان زکات رو پرداخت کنه. و چنانچه یک روز هم قبل از پایان سال مالی همه طلاها و یا پول نهاده فرد، چه اون که در بانک یا در منزل، بنابر عللی بدون قصد و فرار از پرداخت اون از بین رفتن، زکات لازم نمیشه. لذا به محض رسیدن حد نصاب یعنی 85 گرم باید تاریخ و روز رو یادداشت کرد تا پس از گذشت یک سال مالی فرد دچار اشتباه نشه. حالا در صورتی که همین مقدار طلاها و یا پول نقد و یا بیشتر از اون در سال آینده بدون کم شدن حتی 1 گرم از حد نصاب یعنی 85 گرم باقی موندن، زکات بر اون فرد واجبه. عزیزان، اینو در نظر داشته باشن که ابتدا و انتهای سال مالی اون هم از ماه قمری معتبره و اون نقصانی که پیش اومده در وسط سال، یعنی هرچی مال فرد بیشتر شده از مقدار 85 گرم یا کمتر شده در وسط سال، این اعتبار نداره. نموداری که من اینجا نشون دادم، ببینید ابتدای سال 85 گرم بوده. حالا فرق نمیکنه، منظور از ابتدای سال که عرض کردم منظور این نیست که حتما سال باید محرم باشه، فرق نمیکنه. یعنی از ابتدایی که فرد صاحب نصاب گفته میشه تا انتهای سال به همین صورت 85 گرم باقی بمونه یا از این بیشتر بشه، در این صورت زکات لازم میشه. بحث بعدی در مورد محاسبه در طلا و پول نقده. از طلا و پول نقد چه مقدار زکات لازم؟ 2.5% هست. یعنی هر مقدار از طلا و یا مبلغ رو تقسیم بر عدد 40 بکنید، هر عددی که به دست اومد اون مقدار زکات واجبه که شخص صاحب نصاب باید بپردازه. مثلا از هر 1,000,000 تومان 2.5% 25,000 تومان میشه. یه نکته رو سروران دقت بفرمایید که در پرداخت زکات حتما لازم نیست که ماه رمضان باشه. علت این که عموم مردم در ماه رمضان میپردازن صرفاً به جهت ازدیاد اجر و پاداش اون نسبت به ماه‌های دیگر هست. کان النبی صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخیر و کان اجود ما یکون فی رمضان. شراح حدیث علتش رو تضاعف ثواب نقل کردن.